حاج آقا خیلی خوردیم. من که دارم تلو میزنم. خیلی خوردی که نه گرمم من. واجه میشه چشم ریشتی یه عکس بندازم از دایی. یه عکس انداختم ازتون. نه دیگه عکس افتاد دیگه. سلام شنبه عزیز بابا امشب شب یلده سال 1381 مصادف با تولد هنگامه. حالا من میخوام آواز بکنم. آها بخون. مهنه تونی که من چی گفتی؟ تونی که من نازه نفس به آب روشن نگو اینجوری حال شاعر بد میشه. بزن زنگو همین که ساغر زرین خود همین که ساغر زرین خود نهار گردی پیدا شد به نور قدر اشاره خودش شد نور حقیقت خودش حقیقت جانم آور خوشا نماز و نیاز کسی که از سر در را ببینده و خون تگر تهارت کرد درد کسی که درد دل داشته باشه درونش پر از آتش باشه امام خواجه که بودش سر نماز دراز به خون دختر رست خیلی را اسارت کرد خیلی و تظاهر رو با
خون طهارت می باید شست گذاشت کنار آتیست است جان به جا خرید چه سودی ندانم که این تجارت کرد تجارت کشید حلقه نسبت معشوق چه سودی ندانم که این تجارت اگر امام جماعت طلب کند امروز خبر دهید که حافظ به می طهارت کرد گرش رو بلند کنم من نیت کنیم از اول یه دونه نیت چی؟ بچه یه خاطره برای روح حافظه بزن این خاطره الحمدلله مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد یکی از نوبت مشتاق تو در خون میگشت باز مشتاق کمالخانه ابروی تو بود هم افلا صبا کس تو پیامی میداد ورنه در کس نرسیدیم که از کوی تو بود عالم از شور و شر عشق خبر هیچ نداشت فتنه انگیز جهان غمزه جادوی تو بود من سرگشته هم از اهل سلامت بودم دام را هم شکم طره هندوی تو بود بگشا بند قبا تا بگشاید دل من که گشادی که مرا بود ز پهلوی تو بود به وفای تو که بر تربت حافظ بگذر که از جهان میشد و در آرزوی روی تو بود
تفسیر کلیش نه آدم از شور و شر عشق خبر هیچ نداشت، فتنه انگیز جهان نرگس جادوی تو یا یعنی هستی وجود نداشت تو بودی. میگم وقتی خداوند انسان را آفرید، یعنی آدم آفرید، نه هستی نبود اصلا. آدم آفرید، این آدم تنها و سرگشته بود و نمیدونست چیکار کنه، این طرف اون طرف میرفت، جایی نداشت، نمود. اومد اولا اینکه اینو آرام کنه، از نفس آدم حوا را آفرید. وقتی حوا را آفرید، اون موقع بود که فروغ الهی در چشمان حوا نمایان شد و آدم وقتی به اون نگاه کرد مجذوب شد. الان آدم باعث عشق به وجود آمد. عشق اینجا به وجود آمد. آدم از شور و شر عشق خبر هیچ نداشت، فتنه انگیز جهان غمزه جادوی تو بود. این باعث شد که عشق به وجود آمد. حالا ترجمه‌اش دیگه بیت بعد شاهدشون رخساره میگون دوش می آمد و رخساره برافروخته بود، تا کجا باز دل غمزده‌ای سوخته بود. رسم عاشق کشی و شیوه شهرآشوبی جامه‌ای بود که بر قامت او دوخته بود. جان عشاق سپند رخ خود می‌دانست، وآتش چهره بدین کار برافروخته بود. گرچه میگفت که زارت بکشم، میدیدم که نهانش نظری با من دل سوخته بود. کفر زلفش ره دین میزد و آن سنگین دل، در پیش مشعلی از چهره برافروخته بود. دل بسی خون به کف آورد ولی دیده برید، الله الله که طلب کرد و که اندوخته. الله 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 الله. یار مفروش به دنیا که بسی سود نکرد، آنکه یوسف به زر ناصره بفروخت. گفت و خوش گفت برو خرقه بسوزان حافظ، یا رب این خرد شناسی ز که آموخته بود. این نزدیک به معشوق هست که قلب شناسی. قلب یا تو قلب یعنی چیز بدن. خب شما این به این اول بخونم. من چی شدیم؟ من این شعرها تفسیر بود. جوم شده ها، درست بشینید رو شما. اولیشو اول بخون. اول فعال تعبیر اولی رو بخون. کیو نگاه می‌کنی؟ با وجودی که از این عشق بی پرجام رنگ سیاسی چیزا هنوز هم دوش می آمد و رخساره برافروخته بود، تا کجا باز دل غمزده‌ای سوخته بود. خب این وقتی می‌اومد ظاهرشان نشون میداد که برافروخته، یعنی ظاهرش را آراسته کرده بود. عاشق کشی یا اصلا طوری بود، طنازی یا عاشق کشی یا اینا یه شیوهی بود که اصلا از عهده این فقط برمی‌آمد و میتونست این کارا رو بکنه. جان عشاق سپند رخ خود میدانست، با آتش چهره بدین کار برافروخته بود. اصلا جان عشاق در جلو اون هیچ اصلا ارزشی نداشت. از این اصلا هیچ اصلا چیز براش اهمیتی نداشت. گرچه میگفت که زارت بکشم میدیدم، زارت بکشم میدیدم، که نهانش نظرش با من دل سوخته بود. ظاهرا میگفت که از ناراحتم و از دوست ندارم که من اذیت کنم، ولی من میدونستم که در نهان علاقه به من داره. کفر زلفش ره دین میزد و آن سنگین دل، در پیش مشعلی از چهره برافروخته بود. این ظاهرش بود که نشون میداد که مثلا سنگین دل و چیز هست و شب یلدا تولد هنگام هست، دارم با محافظ میگیرن.
یک چیز کن گرفتم کیارش تو برو تو هم برو تو تولد بکنید آقا ببر دیگه بدو گشتم از طرف میلاد بشینید دستتون درد نکنه خیلی شیکه بشینید دست شما درد نکنه اینم از طرف من هومن یه روژلر رو قرمز که خودش دوست داشته بعدش یه دونم بلو مامانم و بابامم با کامیار یه رب سکه
باره این چطوره به آی کله بگیره امروز نهمه